امیر حسین قیاسی برای اجرای برنامه نیمه شب کنه، چون تازه اومده تو این کار دیگه نمیدونه باید بیاد رو سن. بعد آقای قربانی به شاخه شما نمیخورن. بفرمایید. خبر بعد برای هنر این مملکت. میگفتن رفاقت با علی اوجی فایده نداره، ولی انگار یه تأثیرایی داره. می‌کردم فکر می‌کردم جایزه نداره، تنبیه داره، ولی خدا فکر می‌کنم یه بزرگتری بیاد گوشه منو بپیچونه بگه این کارا چیه می‌کنی، ولی خب جایزه دادید، دست شما در نکنه. مرسی. این گایسی از مادرم تشکر کنم که چنین پسری رو با تربیت کرد و از همسرم که چنین پسری رو تحمل میکنه، چون خیلی تحمل سخته، برخلاف چیزی که شما میبینید خیلی تحمل من میتونه سخت باشه. دوستتون دارم. مرسی که توی اولی مهمونیه که من حضور دارم از هنرمندا. امیدوارم تو مهمونی بیشتری هم باشم. متشکرم. بفرمایید.